این داستان مال زمانیه که من راهنمایی بودم. یه روز صبح تو تعطیلات تابستون، بعد از اینکه بابام رفت سر کار، من و مامانم تصمیم گرفتیم بریم خونه مادر بزرگ مادریم که خارج از شهر بود. مسیر خونه مادر بزرگم اینجوری بود که میپیچیدیم به سمت چپ. بعدش هم 5 دقیقه توی یک جاده خاکی یه طرف رانندگی میکردیم و دو طرفمون فقط شالیزار و جنگل بود. تا رسیدیم به خونه مادر بزرگ سلام کردم و رفتم تو اتاق دایی کوچیکم. من خونه مادر بزرگم و به خاطر داییم دوست داشتم. اون عاشق گیمینگ بود و کامپیوترش هم از مال من خیلی بهتر بود. تا فهمیدم داییم سر کاره، کامپیوترش رو روشن کردم و دوم 3 رو بازی کردم که یه زمانی جزو معروف ترین بازی ها بود. بعد 1-2 ساعت گیم بازی داییم از سر کار برگشت خونه. اما همون موقع مادر بزرگم به داییم گفت که ببرتش سوپرمارکت، چون خالم هم اومده بود و واسه یه خونه خرید داشت. خلاصه حدود ساعت 7 عصر همگی با هم رفتن سمت شهر که واسه یه خونه خرید کنن. منم خیلی هیجان زده ازشون خداحافظی کردم. فکر کنم لازم نباشه بگم چرا هیجان زده بودم. بعد از 1.5 ساعت لذت از تنهایی داییم زنگ زد. گفت موقعی که توی جاده پیچیده سمت چپ لاستیک ماشینش پنچر شده و ازم خواست که برم توی انباری و یه لاستیک نو براشون ببرم. همونطوری که قبلا گفتم بعد از اون پیچ به سمت چپ حدود 5 دقیقه تو جاده رانندگی داره تا به خونه مادر بزرگم برسیم. ولی اگر میخواستیم پیاده بریم حدود 20-30 دقیقه طول میکشید. حالا که فکرشو میکنم واقعا تنهایی راه رفتن توی اون جاده خاکی خیلی ترسناک بوده، به خصوص توی شب، چون هیچ نور و چراغی اونجا نبود. اطرافش هم فقط جنگل و شالیزار بود. حدود ساعت 9 بود و اون منطقه ساعت 8 کاملا تاریک میشد، چون توی بیرون شهر بود و راستشو بخواید واقعا ترسیده بودم، ولی دلم نمیخواست کسی فکر کنه که من یه ترسوام. تایر رو قیل دادم و رفتم به سمت جاده خاکی. داییم نور بالای ماشینش رو داده بود سمت من، ولی هنوز خیلی از من دور بودن. از اون فاصله نور ماشین مثل 2 نقطه زرد کوچیک بود. بازم خیالم راحت بود که دایینا ته جاده وایسادن، ولی خیلی خیلی تاریک بود و همین ترسمو زیادتر میکرد. میدونین وقتی خیلی تاریکه بعد از مدتی چشماتون به تاریکی عادت میکنه و بعدش شکلای ناواضحی میبینید. حس کردم یه نفر رو دیدم که تو شالیزار وایساده. یه نفر دیگه هم نشسته بود و دستشو زده بود زیر چونش و منو از بین بوته ها نگاه میکرد. عرق سرد روی صورتم نشست. پاهامو گرفتم که نلرزن. کاش چشم به تاریکی عادت نمیکرد، چون این از تاریکی مطلقم ترسناک تر بود. یادمه به خاطر ترس و توهماتی که زده بودم سرم گیج میرفت. بعد از حدود 20 دقیقه راه رفتن ماشین داییمو دیدم و فهمیدم که تقریبا رسیدم. خوشحال شدم و تایر رو تندتر قیل دادم. سرعتمو زیادتر کردم که تایر رو زودتر به داییم برسونم. ولی یه چیزی روبروم دیدم. نمیدونستم که چیه، چون از من فاصله داشت، ولی یه چیز سیاهی بود. ناگهان احساس عجیبی کردم و صورتمو کم کردم. دلم میخواست بفهمم چیه، واسه همین از همون دور با دقت بهش نگاه کردم، ولی بازم خیلی تاریک بود و چیزی معلوم نمیشد. با اینکه میترسیدم ولی بازم نزدیکتر رفتم. به خودم میگفتم هیچی نمیشه، دایینا همش 300 متر اون برترن. ولی وقتی نزدیکش رسیدم وایستادم، چون چهرش کاملا واسم واضح شده بود. یه پیرزن قوزدار نشسته بود با دهن واز به شالیزار خیره شده بود. من فقط میتونستم نیمروخ صورتش رو ببینم، ولی همونم کل بدنمو به لرز انداخته بود. چهره وحشتناک و دهن بازش دیگه کاملا تو تاریکی مشخص شده بود. بدون اینکه خودم بفهمم به پیرزن نزدیکتر شدم. راه رفتن بدون حرف زدن برام ترسناکتر بود.
واسه همین با پیرزن شروع به حرف زدن کردم. با صدایی لرزون گفتم ببخشید این موقع شب اینجا چی کار میکنید؟ ولی جوابی نداد و همونجوری به شالیزار خیره شده بود. داشت از ترس گریم میگرفت. دوباره برگشتم بهش گفتم ببخشید. پیرزن برگشت نگاه کرد و من قلبم وایستاد. با اینکه تاریک بود ولی خیلی واضح تونستم موهای سفید و سوختش رو ببینم. فقط هم سفیدی چشماش معلوم بود. ترسناکتر از اون چین و چروکا و لکه های بزرگ روی صورت و دهن کاملا بازش بود. سرجبی داشتم. انگار با نگاه پیرزن داشتم دیوونه می شدم. ناگهان با پیرزن چشم تو چشم شدم. بعد از چند لحظه زل زدن کامل برگشت به سمت من. یا خدا، فکر میکردم نشسته رو زمین ولی فهمیدم کلن پایین تنه نداره. فقط یه بدن نصفه داشت با سر و 2 دست. یه عالم فکر اومد تو سرم. یادم فکر میکردم یه موجود شیطانی روبروم وایستاده. حس کردم اگر حرکت نکنم با اون 2 دستاش میدوه دنبال من. واسه همین تایی رو گرفتم تو دستم و چشامو محکم بستم و فقط دویدم. نمیدونم چه مدت بود میدویدم ولی ناگهان ترسم تمام شد. صبح روز بعد بود و توی اتاق مادر بزرگم بودم. وقتی از مادرم پرسیدم چی شده گفت توی ماشین منتظرت بودیم. دیدم با تایر زیر بغلت و چشمایی بسته میدویدی که ناگهان افتادی روی زمین. ما هم از ماشین اومدیم بیرون و اومدیم سراغت. بعد از اینکه حرفای مامانم رو شنیدم به همه راجع به اتفاق دیشب گفتم. اونام فکر کردن که من گرما زده شدم. اون شب مامان بزرگم برام سوپ مرغ درست کرد. دایمم گفت انقدر گیمای ترسناک بازی نکن و دیگه به هم اجازه نداد که دوم 3 رو بازی کنم. از اون روز به بعد توی خونه مامان بزرگ فقط اجازه داشتم جنگ ستارگان بازی کنم. ولی من هنوزم فکر میکنم اونی که اون شب دیده بودم روح نبوده و به خاطر ترس زیاد توهم زده بودم.